از شیخ محمد بن راشد یه تشکر ویژه بکنم. چرا؟ رویاهای فکر میکنه رویاست، اینا را اومده عمل پیاده کرده، کشوری را درست کرده. همه جای دنیا میجا برم دبی. مهدی عظیمزاده هستم. یه بچه 7 ساله بودم که 1 ماه بود مدرسه میرفتم. متاسفانه پدرم فوت کرده. کلاس اول برداشتن گذاشتم پشت فرش. 7 سال همینجوری فرش بافتم. شبا رفتم اچابر درس خوندم. با یتیمه بزرگ شدم. آرزو داشتم همیشه یا خلبان بشم یا پولدار بشم. نفر اول فرش کشور بودم. تو 19 سال اولین صادرکننده ایرانم. تنها برندی که تو ژنو به ثبت رسیده برند عظیمزاده است. امروز هم خداوند لطف کرده نفر اول فرش جهان معرفی شدم. من خودم دبی انتخاب کردم. من الان این فروشگاه که نزدیک 1.5 سال اینجا دارم، بالای 300-400 میلیون دلار موجودی فرششه. فرشای ما دستباف و فرشای لاکچری 3000 و اندی سال تاریخچه فرش داریم. شما الان تمام موزه های دنیا را بگردید، فرش ایرانی دونش از 5 میلیون دلار تا 20 میلیون دلار. چرا؟ قیمت داره. اولا با فرش دجاج مقایسه کنی، فرش‌های کشورهای دیگه زیر 100 سال به بازار اومدن، هیچ قیمتی ندارن، هیچ آینده ندارن. چین که اومده رقابت کنه با فرش ایرانی، خودش الان دیده و نتونسته. بهترین خریدار فرش ایرانی یه فرش شیخ صفی است به سایز 6 متر در 12 متر، 72 متر. این فرش مال اردبیل، 500 میلیون دلار کارشناسی شده. الان از این فرش تنها کسی که داره من دادم همین فرش روی 75 رج بافتن الان موجود دارم. 1 نفر با حکم دانشگاه تهران رهبر کارآفرینان کشور داریم که با اجازهتون منم. کارآفرین باید نوآوری داشته باشه. قبل از 50 سال فرش جرد نبود و اومدم این فرش جرد را قرار 4 تا شروع کنم، 30 تا شروع کردم. به نام خودم هم ثبت شده. من اومدم گفتم چیکار کنم که تا حالا تو تاریخ 2500 سال تاریخ فرش تبریز تا حالا نشده. این همین 20x20، این 400 متره، این جفت 600 متره، بزرگتر از اون این 600 متر. اینا رو در دنیا فقط من دارم. همین چی میتونم صادرات کنم، برای جوونا شغل ایجاد کنم، این خودش یه عبادته. خودمو فراموش نمی کنم، به گذشته هام فکر میکنم. شده 18 ساعت 20 ساعت کار کردم، 4 ساعت خوابیدم. خب الحمدلله الان خداوند برام شهرت جهانی داده. گفتم خواستن توانستن است. اراده کنی قطعا به اون ارادتون میرسه، ولی با زحمت، با تلاش، با پشتکار. کسی پشتکار داشته باشه، نترس باشه، شجاعت داشته باشه، ریسک بکنی، قطعا به مقصد میرسه.